سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی چنلم. مرسی که دارین این ویدیو رو میبینین و از اونجایی که این ویدیو اولین ویدیوی چنلمه خواستم که با معرفی کردن خودم و موضوع چنلم رو استارت بزنم. بریم که یه معرفی داشته باشیم. من سما هستم، 20 سالم میشه امسال و متولد سال 86/4/20. رشتم توی دبیرستان گرافیک بود. من علاقه خیلی زیادی به نقاشی و طراحی داشتم، به خاطر همون گرافیک خوندم، ولی متاسفانه نشد که ادامش بدم. به خاطر همون الان تو دانشگاه رشتم مدیریت بازرگانیه و دومین ترم از دانشگاهمو دارم تموم میکنم و قراره که بعد از اینکه این رشتم تموم شد دوباره برم گرافیک بخونم. معرفی موضوع چنلم. این چنل من قراره که یه جایی باشه که از هر موضوعی توش ببینید، از ورزش گرفته تا دستور پخت غذا، تا شیرینی، تا نمیدونم کتاب، تفریح، ولاگ روزمره، جاهای گردشی، جاهای معروف و کلی چیزای اینجور مدلی، نقاشی، نمیدونم چالش‌های مختلف. از هر چیزی قراره تو این چنل باشه. صرفا مختص به موضوع خاصی نیستش این چنل. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که این کانال رو بزنم، چون میخواستم یه جایی وجود داشته باشه، یه جایی بسازم که بتونم توش زندگی خودم، اون چیزی که واقعا هستم و با بقیه به اشتراک بذارم. جایی باشه که همه به خود واقعی من ارزش قائلن، خود واقعی منو میبینن و اینجوری. تو این چنل قراره که شما نقاشی ببینید، نقاشی بکشید، دستور غذا ببینید، دستور شیرینی ببینید، دستور نوشیدنی مختلف رو ببینید، تفریح، گردش، جاهای مختلف رو ببینید. حتی اون جاها هم معرفی میشه بهتون که اگه یه روز قسمت شد اومدیم به اونجا حتما برید سر بزنید که از دست ندید اونجاها رو. به خاطر همین صرفا مختص به یه موضوع خاصی نذاشتم بمونه، چون واقعا حیفه که وقتی یه نفر میتونه تجربه های زیادی داشته باشه نیاد اونا رو در اختیار بقیه هم قرار بده. مثلا یه چیزی یاد گرفت، بیاد مثلا اونا به بقیه بگه، شاید نفر به دردش بخوره اون موضوع و بتونه بهش کمک بکنه. و منم تصمیم گرفتم که همین کارو بکنم با چنلم و اومدم که این چنل رو استارت زدم و میخوام که در کنار شما هر چیزی که یاد میگیرم و به اشتراک بذارم. شما هم میتونید هر چیزی که بلدین رو بگین به من و من بیام توی یوتیوبم، توی ویدیوهام اونو به اشتراک بقیه بذارم. این از این. و قراره که کلی با هم چالش‌های مختلف داشته باشیم. مثلا ویدیوی نقاشی میذارم، میگم که موضوع اینه، برید بکشید، و قراره که تو ویدیوی بعدی نقاشی‌های شما رو بذارم و همه قراره که استعداد شما رو ببینن. چرا؟ چون من میام نقاشیاتون رو تو ویدیو یوتیوبم قرار میدم و همه میبینن و از استعداد شما تعریف میکنن. به خاطر همین قراره یه چنل خیلی 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 جالبی داشته باشیم در کنار هم دیگه. نه فقط زندگی خودم ببینید، نه، قراره که شما هم کنار من باشید و ممکنه چالش‌های مختلف بریم و توی اون ویدیو یوتیوب چالش‌های شما هم گذاشته میشه. و همین، هر سوالی داشتین حتما توی یوتیوب ازم بپرسین، تو کامنت ها ازم بپرسین. من قراره که تو برنامه‌های مختلف هم کانال داشته باشم. اینجا واسهتون میذارم تو برنامه‌های روبیکا، بله، و تلگرام. چون اوضاع اینترنت اوکی نیست، این کانالا رو زدم که اگه اونجا نتونستم ویدیویی آپلود بکنم اینجا حداقل در کنارتون باشم. این آیدی ها رو حتما داشته باشید و حتما برید که عضوشون بشید، چون ممکنه من اونجاها بیشتر فعالیت کنم و اگه خدایی نکرده اینجا فعالیت نکردم اونجا حتما منو داشته باشید و منو دنبال بکنید. هر سوالی داشتید بپرسید، من حتما یا تو کامنت جوابتون رو میدم یا تو ویدیوی بعدی هم جوابتون رو میدم حتما. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و خیلی خوشحالم که عضو چنلم شدین. اگرم نشدین اشکالی نداره، همین که ویدیوی منو میبینین کافیه و اگه کمکی بهتون کرده باشم هم چقدری. دوستتون دارم. خداحافظ.